روش تست پلی‌آلومینیوم کلراید. در روش تست پک در ابتدا محلول استاندارد باید بسازیم. واسه ساخت محلول استاندارد ابتدا 5 گرم از پک صنعتی رو وزن می‌کنیم. سپس توی حجم 100 سی سی آب به حجم میرسونیم. به مدت 10 الی 15 دقیقه باید حتما به هم بخوره تا اون محلول استاندارد یا محلول مادر آماده بشه. میتونیم محلول رو 2% یا 5% درست کنیم. حالا پسابا رو به یک اندازه توی دستگاه جار تست اضافه می‌کنیم. سپس توی بشر اول نیم سی سی، بشر دوم 1 سی سی و در بشر سوم 1.5 سی سی از محلول منعقد کننده تزریق می‌کنیم. توی مرحله بعد دور دستگاه رو ابتدا روی 150 RPM تنظیم می‌کنیم و به مدت 1 الی 2 دقیقه اجازه میدیم تا به خوبی هم بخوره. سپس دور دستگاه رو به مدت 15 الی 25 دقیقه با دور پایین یعنی دور 30 تا 50 RPM تنظیم می‌کنیم تا ته‌نشینی به خوبی انجام بشه. بعد دستگاه رو خاموش می‌کنیم و زمان میدیم تا ته‌نشینی صورت میگیره. بعد همونطوری که مشاهده می‌کنید توی تصویر ته‌نشینی به درستی انجام شده و در واقع از پک به عنوان شفاف کننده آب استفاده میشه و آب رویی کاملا شفاف ذرات معلق ریز ته‌نشین شده. همونطور که مشاهده کردیم پلی‌آلومینیوم کلراید تولیدی پتروشیمی دانشمند باعث خلوص و شفافیت پساب شد، به طوری که شفافیت پساب از آب شرب بیشتر شد.